سلام دوستان، یه آموزش کاربردی داریم برای تنظیم دور لوپ سمپلمون با ریتم. فرق نمیکنه سمپل سورنا باشه، کمانچه باشه، نیهمون باشه. یه سری مراحل داره. اول سوند رو میزنیم، بعد لوپمون انتخاب میکنیم. من سورنا رو انتخاب کردم. منو، گزینه پیچ. تو تمام سازا این گزینه یکیه. تو سازای کرک اینو میزنیم. تو قسمت AMS اینو میذاریم. این گزینه رو میذاریم روی تمپو. من گذاشتم از قبل، ببینید. اینو میریم جلو، میذاریمش روی تمپو. یه سری اعداد اینجا داره. ببینید این اعداد معکوس عمل میکنه. یعنی اگر ما اینو بیاریمش سمت منفی، زمانی که دور ریتم میاد پایین، سرعت لوپمون میره بالا. پس بر اساس ساختار لوپ تنظیم کردم روی مثلا یک خوب جواب داد این لوپی که برای تست گذاشتیم. بعد این گزینه رو میزنیم، رایت ساند رو میزنیم و اوکی. من قبلا انجام دادم، حالا میریم برای تست.